بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تومار را درگذارد سود میبخشد یا نه؟ با احترام یک نفر مخلصی اشدی شما. اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که توماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است. سوال داده است که تومار در اسلام هست یا نه؟ چندین سال پیش خدا رحمت کند مرحوم داملا مراد جان رحمت الله علیه را از من پرسیده بودند در این مسئله که نظریه فقها چی هست. من برای مرحوم داملا جمع کرده بودم از دیدگاه هر چهار مذهب، هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل، از این دیدگاه فقهای این مذاهب این چهارگانه، دادن تومار یا تعویض به شرطی که در اون سخنهای مخالف به شریعت نباشد جایز هست، نادرست نیست. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعویض به زبان بود. تعویض به زبان بود. این از کجا استنباط کردیم؟ از قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. در عصر رسالت وقتی که پناه می جستن به اساس امر الله هست که قل بگو، نگفته اکتب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نگفته که اکتب اعوذ برب الناس، نوشته کو. چرا در نوشته کردن مشکلات زیاد پیدا میشن. اگر تو قرآن نوشته میکنی، آیات قرآن نوشته میکنی و این آیات قرآن در گردن خود میپرده و این در تشناب میبره، بی ادبی و بی احترامی به قرآن میشه. موضوع اول برای مردم گفتیم که برادر عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک خط هم نوشته نکرده که این دستانه تویزان کو یا در گردنت پرتو. دین در عصر رسول الله تکمیل شده. قرآن بر ما میگه که قل اعوذ برب الناس، قل فعل امر است، بگو. اگر مخالفت امر الله در عقیده میشه انسان در کفر میکشونه. پس این نوشته و نوشته بازی و اترا این از کجا پیدا شد؟ این تأثیر است از اعتقادات دیگران. چون تعویض در هندوییسم است، تعویض در بین یهودیت بود، تعویض در بین بت پرستا بود، تعویض در ادیان دیگه هست. از این خاطر مسلمان ها متأثر شدن به این. رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما گفت که من علق تمیمتا فقط اشرک. هر کسی چیز را اویزان کرد، تمیمه، خواهی سنگ در گردن خود کشال کرد، خواه موره را در گردن خود یا در باربند اشتک خود کشال کرد، خواه کاغذ کشال کرد، خواه هر چیز را که تومار کشال کرد، قید نیست، تمیمه کل ازیا شامل میشه. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که من علقه، هر کسی که آویزان کرد فقط اشرک، ای با الله ای را شریک ساخته. یک تعداد کمی هستن که در او قرآن نوشته میکنن. در تاویز چی نوشته میکنن؟ لکن نوشته کردن قرآن مشکلش چی است؟ که این قرآن در کجا میبره کت خود؟ در تشناب. پس این بیادبی به چی شد؟ به قرآن. از این خاطر هیچ روایت صحیح نامده که صحابه کرام قرآن در کاغذ نوشته کرده باشن و در گردن کس اویزان کرده. تعویض صحابه خیلی چی قسم بود؟ خواندن با زبان. با چی بود از صحابه کرام؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با زبان. سوره فاتحه را خواندن، قل اعوذ بفلق خواندن، قل اعوذ برب الناس خواندن، بعضی دعاها و یا رسول خواندن. اما در کاغذ روایت صحیح ایره بعضی علمایی که اجتهاد کردن و بعضی علمای محترمی که در بعضی کتابا شما میخواین که اجازه دادن، اونا از باب چی اجازه دادن؟ فقه. اما از نگاه عقیده علمای عقیده اجازه نمیدن مطلقا. از نگاه عقیده خطرناک است. از نگاه عقیده خطرناک است. چرا که او پناه دادن میایی به مخلوق شرک است و یا بی‌ادبی میایی به کتاب خالق. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که
بعضی از انسان ها برای پیشرفت کار خود، برای کشایش کار، برای برار گرفتن تجارت و غیره از نزد ملای یا یک کسی یا یک ملای عادتا میگد که جادیگر نباشد، میدونن که جادیگر نیست، از یک ملای خوب تومور نوشته میگیرند به خاطر پیشرفت کار. آیا جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته در این مسئله باید بدونیم که جایز نیست. تومور خواه ملای خوب می نویسد یا غیر خوب. البته کسانی که جادوگر هستند و سحر ساحر از جمله ساحران هستند، فالبین میگیم، ساحر، جادوگر، اونها وقتی که مثلا تومور می نویسد دانید که در درون تومور فقط تشتوب هم میگن، در طرفهای مثلا جنوب تاجیکستان تشتوب میگن، در شمال تاجیکستان تومور میگن. عموما یک نوشته هایی که انسان در بغل خود گرفته میگردد یا که در جیب خود یا که در یک پهلوی لباس خود آویزان کرده گرون میگردد. بعضی ها به دست بند دست خود میبندند، فکر میکنن که این یک دعایی هست که کشایش کار میدهد. یگان دعایی وجود ندارد که شما باید تشتوب کنید یا که تومور کنید گرون گردید که کشایش کار شما میدهد. این چنین دعایی نبود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دست خودش، در دست فرزندهایشان، در دست صحابگان یا که یگان نفر صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم تشتوب یا که تومور به خودشان، به دستشان، به لباسشان، به کیسهشان نکردند، نگرفتند. این همه بدعت، خرافات، شرکیات است. از همین جهت هر کسی که به خودش تومور میریزد اگر بگوید که همه قدرت در دست الله هست، نافع منفعت بخشنده هم الله هست، الضار ضرر رساننده هم الله هست، اما این تومور یک سبب است، بگوید این شرک اصغر کرده است، مشرک است در شرک اصغر، شرک اصغر کرده است و شرک است در ربوبیت است. شرک اصغر در ربوبیت، تومور، تشتوب یا رشته بستن و این و آن و حلقه به خاطر جلب منفعت و دفع مضرات، به خاطر برکت و پیشرفت و کار، به خاطر پیشروی تجارت و کشایش کار، این همه شرک در ربوبیت است و این نمود شرک اصغر است. اما یک انسان بگوید که انمین تومور کشایش کار می آورد، انمین تومور یا انمین تشتوب برکت تجارت میتید، پیشرفت کار میتید، انمین خودش نافع است و ضار است، در اینجا مشرک اکبر می شود انسان. این چنین انسان مشرک اکبر است. چرا که خصوصیت الله، اون چیزی که از خصوصیت مستحق الله است، النافع الضار، این دو نام الله و صفت الله است. یعنی منفعت رساننده تنها الله است، ضرر رساننده تنها الله است، کشایش کار بیارنده تنها الله است. هر کسی که به تومور این چیز میدهد، مستقیم تومور کشایش کار میدهد یا که ضرر رساننده یا فایده رساننده است میگد، این در این حالت دوم مشرک است و شرک اکبر است. توبه نکرده میمیرد خالدا مخلدا فی النار است. مسئله تومور از یک جهت مسئله عادی می نمود، اما این مسئله عادی نیست. شرک اصغر هم بخشیده نمی شود. الله سبحانه و تعالی گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله نمی بخشد هر کسی رو که شرک رو انجام داده است و توبه نکرده وفات کرده است. شرک اصغر رو هم نمی بخشد. اما صاحب شرک اصغر اگر به دوزخ داخل شود به قدر گناهش می سوزد و بعد به جنت می رود، یا که به عوض بخشیده شدن گناهش چقدر ثوابهاش می رود، یا که شرمنده و شرمسار می شود. پس برادران و خواهران عزیزم، از تشتوب نوشتن یا که از تومور نوشانیدن در نزد یا ملای خوب باشد یا جادوگر باشد، از همه جهت دست کشید. غیر از ضرر به شما هیچ چیزی نمی بخشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین عملها رو منع کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن در حدیثی که خیلی که صحیح اومده است در مسند امام احمد و در سنن و غیر اومده است که حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن من علق بشین علق به. هر کسی که به خودش یک چیزی رو آویزان کرد و به همون دلش رو بست، الله سبحانه و تعالی انسان رو به همون وا میگذارد. یعنی شما اعتقاد به همون تومور کردید، الله شما رو به تومور میاندازد. تومور رو شما رو حفظ کرده میتواند؟ نمیتواند. حفظ کننده، نگه دارنده، النافع الضار، ضرر رساننده، منفعت بخشنده، منفعت رساننده همش الله است. تنها به الله توکل بکنید و از این تشتوب نویسی و تومور نویسی و از این نمود ملاها براءت خود را اعلام بکنید و دور بشوید.